سلامت باشید. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای محبوب ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی امام علی رحمان، قدم های مبارک شما را در ناحیه تازه بنیاد شهر نو خیر مقدم میگویم. خوش آمدید. یک جان تشکر. سلامت باشید. من قادر و عبدالعزیز اشتراکچی دو جنگ فنلاندیا و جنگ بزرگی وطنی، سابقه دار مهنت، آموزگار، علاشی معارف خلق می باشم. احسن. در دوام عمری 101 سالگی ام. تمام گرمی و سردی دنیا را دیدم و تمام پستی و بلندی دنیا را دیدم و مشاهده نمودم. اما در یک مدت کوتاه در دوره راهبری شما در سری دولت ترقیاتی گل شکفته ایستاده شهر و دیهاتی وطنی خودم را هم دیده ایستادم. این را مشاهده کردم. اینقدر ترقیات، ساختمان های عظیم، تونل و راه های وسیع، مکتب و دانشکده ها، اینقدر طبابت خانه و انشاءات ها، باغ و گل میدان ها، مهمان خانه های زمانوی برای مهمان، این با آسانی به وجود نآمده از جناب عالی. این همه با غمخواری، با شرافتی، مهنت دوستی و وطن دوستی شما به وجود آمده است. این همه با تلاش های شبانه روزی شما به وجود آمده است. اینا کی نمیداند؟ جناب عالی، ناحیه شهر نوی ما و یکی از دیه های کلانترین مانند بود، اما در نتیجه غمخواری و رهبری شما این ناحیه شهر نو حاضر به یک شهری ترقی کرده ایستاده نمونوی مبادل گشته ایستاده است. تاجیکستانی من باور دارم که تاجیکستانی ما در آینده یکی از دولت های ترقی کرده نمونوی می شود. شما اساسگزار صلح و وحدت، شما پیشوای ملت تاجیک و تاجیکستانیان، برای خلق ملتمان بسیار جانبازی ها کردید، بسیار عذاب ها کشیدید، حتی برای سرجم کردن گریزگان خلق ملتمان جان خود را دریغ ندانستید. شما برای هزارها ما بر این معیب و مفتداهای جنگ بزرگی وطنی بسیار غمخواری ها کرده ایستاده اید. حتی در روزهای عید غلبه به تمام اشتراکچیان جنگ بزرگی وطنی کمک و مبلغ های خود را فرستاده می ایستید. ما با شکرانه این غمخواری های شما همه وقت شما و اهل عائلتان را دست به دعا میگیریم. 2015 من را همچون اشتراکی جنگ به شهر مسکو پکلان گره دعوت نمودند. سال 2019 همچون آزاد کننده بلاکاد شهر لنینگراد و سنت پترزبورگ دعوت نمودند. اینها همه غمخواری های شما جناب عالی. برای همین من از اهل این اشتراکچیان جمع آمد خواهش میکردم که برای همه خدمت های شما، کارهای خیر شما دستی دعا بردارند. آمین. سبحان الله به هر دمم یارم توی
سبحان الله کشایشی کارم تویی، سبحان الله به عزت کل فیکون، سبحان الله مراد همین جناب عالی را حاضر کنی و به عمری 1000 ساله با برکت داخل کنی. الله اکبر. رحمت. یک جان تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. سایبان سر ما باشید. احسن. حالا مرمت شید. سخنگویی را یاد گرفتن در کار 101 شبیه تاجیکی قضیه. هر کس در این 30 سال باید کنار میتون. همین است. آفرین. آفرین شما. آفرین. جناب عالی، من از شما یک گله دارم. ما به همه چی میرسد. گله من همین که شما در ناحیه ما بسیار کم میبیایید. اگر در ناحیه ما تیز بیایید، اگر با شرافت قدم های شما همه چی فراگون می شود. قبول. رحمت. برای پیشوازگیری صمیمیتان یک جان تشکر. با شما موفقیت و برای کار.